الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 76 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما عملهایی که از عبادت است بیان خواهیم کرد. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. در حلقه های گذشته به شما توحید و الوهیت بیان گشت، معنای کلمه الوهیت بیان گشت و عبادت نیز به شما در حلقه الوهیده بیان گشت که عبادت چی معنی دارد و کدام چیزها و عملها می تواند عبادت باشد. حالا ما به شما عملهایی که از عبادت هست، عملهایی که از عبودیت هست بیان خواهیم کرد. وقتی گفتیم که این عملها از عبادت هست، پس باید دانسته شود که این عملها تنها به الله انجام داده می شود. البته عملهایی که از عبادت هست زیاد است، اما مشهورترین آنها که در قرآن و سنت بارک الله فیکم ذکر شده است به شما بیان می نمایم. برادران و خواهران عزیزم، عملهایی که از عبادت است که باید تنها به الله انجام داده شود و به غیر الله انجام دادنش حرام است و شرک است و کفر است و باطل است. هر عملی که اثبات شد که عبادت هست، انجام دادنش به غیر الله حرام است و انجام دادنش به الله فرض است، یعنی واجب است. اولین عبادتی که به شما میگوییم عملی عبادتی، این عملی قلبی هست. از عملی قلبی شروع میکنیم که این خوف است. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 175 بیان میکند و میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. از اونها نترسید، یعنی از انسانها یا از غیر انسانها از چیزی نترسید. فلا تخافوهم، از آنها نترسید. و خافون ان کنتم مؤمنین، از من بترسید اگر شما از اهل ایمان باشید، یعنی مؤمنین باشید. معنای سخن الله این است که اگر شما مؤمن باشید، مسلمان باشید، از من بترسید و از غیر من نترسید. کلمه خوف معناش ترس است. بارک الله فیکم. و در همین مسئله ترس در قرآن عظیم الشأن کلمه های دیگره، عباره های دیگره استفاده شده است، به مانند خشیه یا که به مانند رهبه. البته خوف، خشیه، رهبه همه اش این کلمه هایی که بیان از ترس میکند، لیکن از همدیگر فرق دارد که امروز بسیاری انسان ها فرق این کلمه ها را نمیدانند. خوف و خشیه و رهبه هر سهش استفاده شده است به ترس، کلمه هایی که معنیش ترس را بیان میکند، اما از همدیگر فرق دارد. مثلا کلمه خوف، این یک عباره هست که انسان وقتی که یک شعور میکند و یک فکر میکند و یک چیزی بدی را فکر میکند یا که از یک چیزی در آینده به سوی او آمده فکر میکند، میترسد. پس خوف سبب پیدایشش این
ضعف هست. ضعف و ناتوانی. ترسیدن عبادت است. وقتی که شما نظر میکنید به بزرگی الله سبحانه و تعالی، وقتی که شما نظر میکنید به قدرت الله، به اسم القهار الجبار، شما وقتی نظر میکنید به این آیات هایی که الله خبر داده است از قهرش، غضبش نسبت کافرین و مرتدین و منافقین و از عذاب جهنم نسبت این مشرکین و کفار، بعد از این حتما می ترسید، برای آنکه شما در روبروی این همه قدرت الله، در روبروی این همه عذابی که الله بیان کرده است ضعیف هستید. هیچ کمک کننده ندارید، هیچ کسی وجود ندارد، تنها خودتون هستید و باید به عملاتون جواب بگویید. پس این ترس به وجود می آید. پس همین ترس عبادت است. باید انسان بترسد. از چی بترسد؟ از عذاب الله بترسد، از بزرگی الله بترسد. پس خوف این کلمه ای که به وجود می آید در حالت تفکر از آینده بده، در حالت تفکر از بزرگی و قدرتمندی الله سبحانه و تعالی، در حالت احساس کردن ضعف و ناتوانی در روبروی این همه عذابی که در پیش من شما است. وقتی که عذاب قبر رو میخونیم و میبینیم از احادیث ها، از آیات و احادیث ها، وقتی که عذاب روز قیامت رو، عذاب حساب کتاب رو، عذاب پل صراط رو، عذاب جهنم رو، این همه عذاب ها رو میبینیم، ترس به وجود می آید، احساس ترس میکنیم. پس بارک الله فیکم، عذاب بگویم سبب ترس شده است. پس این ترس، خوف، کلمه خوفی که ترس معنی میدهد، سبب پیدایشش ضعف است و الله سبحانه و تعالی هم همین رو بیان میکرد، یعنی از کسی نترسید، تنها از الله بترسید. اما کلمه الخشیه، کلمه الخشیه این هم ترس است، اما از کلمه خوف به نهایت اختلاف دارد، یعنی فرق بزرگ بین این کلمه خشیه و خوف دارد. کلمه خشیه سخت‌تر است، بقوت‌تر است، یعنی ترس این کلمه خشیه، معنای ترسش، معنایی که ترس، بیان ترس از این کلمه خشیه گرفته می شود، سخت‌تر و بقوت‌تر است. پس این چنین کلمه خشیه سبب پیدایشش از ضعف و ناتوانی است، بلکه از سبب بزرگ شماریدن یک چیزه، از سبب اجلال کردن یک چیزه به وجود می آید. پس از همین جهت علما میگن که ما می توانیم بگوییم که خشیه این یعنی ترس، مفهومش شاملتر و عامتر از کلمه خوف است. کلمه خوف هم معنیش ترس است، کلمه خشیه هم معنیش ترس است. کلمه خوف یعنی بگیم معنیش این یک ترسی هست که از سبب ضعف انسان به وجود میاد، از سبب آینده یک چیزی بدی رو دیده، از سبب همین رو یعنی حل و فصل کردن از عذاب رهایی شده نتوانستن، خوف به وجود میاد. اما کلمه خشیه از سبب یک بزرگی را شناختن، بگویم وقتی که انسان ذات الله را میشناسد، الله را بزرگ میشمارد و الله را قدردانی میکند و اجلال میکند، در این حالت خشیه به وجود میآید. خشیه این معنایش بسیارتر از کلمه خوف است. خشیه عام است. پس خشیه ترسش سخت‌تر از کلمه خوف است. پس علما میگن خشیه این چنین با خودش، یعنی خشیه یک ترسی هست که با خودش عمل رو دارد،
خوف ترسی هست که با خودش عمل رو ندارد. انسان می ترسد اما عمل هست یا نیست در اینجا سخن نمی شود، برای اینکه خوفی که با خودش عمل ندارد. اما خشیه این یک خوفی که، یک شعور، یک ترسی که با خودش عمل کردن رو به وجود دارد. یعنی وقتی که انسان خشیه دارد عمل دارد. از همین جهت الله سبحانه و تعالی می گوید که انما یخشى الله من عباده العلماء. هرائنا همانو که از الله می ترسند همان بندگان الله که علما هستند. یعنی معنای سخن این است که علما همچنان می ترسند که ترس علما از ترس انسانهای عادی فرق دارد. انسانهای عادی از الله می ترسند، از عذاب الله می ترسند، از جنت و از بگیم بخشش، از جهنم، از عذاب قبر، عذاب روز قیامت می ترسند. علما بر اضافه این الله را بزرگ می دانند، بزرگی الله را شناختند و ترسشون باز زیادتر شده است نسبت انسانهای عادی که عالم نیستند. چرا که انسانهای عادی بزرگی الله را همچنانی که علما میشناسند نمیشناسند. همچنانی که علمای ربانی الله را اجلال میکنند، قدردانی میکنند و بزرگی او را شناختند، انسانهای عادی نمیشناسند. و از سبب این که علما الله را خوب شناختند، بزرگی الله را شناختند و اجلال کردند، علما عمل میکنند. پس انامین خشیه هست که انسان را به عمل میبرد. از همین جهت الله سبحانه و تعالی این خشیه را صفت علما کرده است. آیا میتواند که کسی که عالم نباشد، عالم شرعی، عالم دینی، عالم نباشد، صفت خشیه داشته باشد؟ نه، نمیتواند. این صفت، این عبادت بزرگ تنها عبادت علما هست که الله را بزرگ میشمارند، الله را اجلال میکنند و همین سبب میشود که علما باز حرکت میکنند که عمل را زیادتر و خوبتر و زیباتر موافق قرآن و سنت با فهم سلفی این امت صحابگان تابعین میکنند. اما غیر علما این عبادت را ندارد. بارک الله فیکم. پس کلمه الرهبه، این کلمه هم معناش ترس است، اما از کلمه خوف و کلمه خشیه فرق دارد. علما میگن کلمه رهبه این ضد رغبه است. چرا که الله سبحانه و تعالی در سوره انبیاء میگه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. آنها در انجام دادن عملهای خیر از همدیگر سبقت میکردند، یعنی مسابقه میکردند و ما را دعا میکردند در حالتی که رغبت، امید به جنت ما میکردند و در همین حالت عبادتشان باز از عذاب ما میترسیدند. علما میگن الرهبة تعنى محاولة البعد عن الشيء السيء او المكروه. رهبه معناش همین است که میگن محاوله کردن، حرکت کردنی دور شدن از چیزهای بد و مکروه. یعنی یک بنده از الله رهبت دارد، یعنی می ترسد. چرا؟ ترسش از چی است؟ ترسش از اون عذابهای اللهی که هست، از همون است و حرکت می کند که از همون عذابها خودش را دور گیرد. پس ببینید الله سبحانه و تعالی هر سه این نمود ترس رو علاهیده ذکر کرده و هر سهش رو عبادت گفته است. کلمه خوف ترس، الخشیه ترس، الرهبه ترس. کلمه خوف ترسی که با همراهی خودش عمل ندارد، ترسی که از ضعف به وجود آمده است، از سبب یک چیزی بدی که در پیش تو، یک عذابی که در روبروی تو است، از همون میترسی و بعد از ترس میگریزی. اما خشیه این یک ترسی که از علم به وجود آمده است، از
بزرگ شماریدن الله، بزرگی الله را شناختن و دانستن، اجلال و قدردانی کردن الله که کلمه عامتر است و با خودش عمل دارد. به سبب این که بزرگی الله را شناخت عمل میکند تا که به الله نزدیک شود، از دوست داشتگان الله شود. و این خشیه صفت علما هست. این عبادت تنها از خصوصیت علما هست. کسی که جاهل است نمیتواند که خشیه داشته باشد. و بارک الله فیکم رهبه این یک چیزی بدی را میبینی و بعد از این عمل را انجام میدهی تا که از همون چیزی بد دور بشوی. برای همین الله سبحانه و تعالی گفت ما را دعا میکنند، عبادت میکنند در دو حالت، در حالتی و یدعوننا رغبا و رهبا. سوره انبیاء 90. ما را عبادت میکنند، ما را دعا میکنند در حالتی که رغبت دارند، رغبت امید دارند به جنت را میخواهند، رضایت الله را میخواهند. و رهبه و اینچنین در حالت عبادت کردن میترسند، میگریزند عذاب الله را، سخط الله را، نارضایتی الله را. بارک الله فیکم. پس این هم ترس است، کلمه الخوف والخشیه والرهبه، یا که الوجل، الهیبه، الاشفاق، الحذر، التقوى والعفه و ترک الحرام، همه این عبادت است. تقوا رو هم ما بگیم این الله ترسی است. اما کلمه تقوا لغتا ترس است. اصطلاحا در اصطلاح شریعت تقوا این عبادت الله، اولا یکتا پرستی الله، عبادت الله به نور الله، باذن الله سبحانه و تعالی، به امید رحمت الله، و ترک کردن محرمات که بزرگترین محرمات این شرک است. ترک کردن شرک و کفر و دیگر از محرمات، از بدعت و خرافات، ترس از عذاب الله، عفت و پاکدامنی، ترک حرام، این همه عملهای عبادت است که ما باید این همه را تنها به الله انجام بدیم. الله سبحانه و تعالی در آیات‌های زیادش این عبادت ها را انجام داده است. اما خوف، خشیه، رهبه، هیبه و تقوا، این همه عملهای قلب است. این همه عملهای قلب است که البته از خودش یک فروع دارد، جزئیات این عمل دارد و این عمل ثمره اش، میوه اش ظاهر می شود به جسم انسان. وقتی که انسان ترس دارد به حرکت انسان تاثیر میگذارد. وقتی که انسان خشیه دارد پس عمل میکند، رهبه دارد پس خودش را از عذاب الله دور میکند و برای این حرکت میکند. وقتی که تقوا میکند پس عبادت الله را انجام میدهد و از محرمات دست میکشد، محرمات را ترک میکند. اصل این عملها همش عمل قلب است. بارک الله فیکم. پس ما باید به شما بگوییم که انمین قلبی که در درون انسان هست به دو قسم تقسیم میشود. یک قسم قلب انسان این سخن میکند، سخن قلب است. این را علما میگن قول. قول این کلمه عربی معناش سخن، قول القلب، قول قلب، سخن قلب. سخن قلب چیست؟ تمام اعتقادهایی که انسان دارد، تمام علمی که نسبتی، یعنی تمام علمی که از قرآن و سنت دارد، تمام علمی که نسبت الله و رسولش و ملائکه ها و جنت و دوزخ دارد که الله این خبر رو به ما داده و از ما طلب کرده است که نسبت همین خبرهای الله داده و رسولش صلی الله علیه و سلم داده باید اعتقاد و باوری بکنیم، تصدیق بکنیم. تصدیق کردن، اقرار کردن و علمهایی که در انسان هست این همه اعتقاد است و اعتقاد این سخن قلب است، عمل قلب است. این قسم اول قلب که اصل ایمان انمین اعتقاد است. اصل پیدایش ایمان انمین اعتقاد است. بعد از اینکه اعتقاد پیدا شد، یعنی بعد از اینکه انسان تصدیق کرد وجود الله را، وجود دین را، وجود شریعت را، وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم را، قرآن را، این همه را تصدیق کرد، آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و الیوم الاخر و القدر خیر و شر، 6 رکن ایمان. بعد از این عمل ایمان درست و صحیح میشد. البته
قسم دوم قلب این عمل قلب است. عمل قلب این حالا گفتیم خوف، خشیه، رهبه، تقوا، اینها عمل قلب است. اینها فقط باوری کردن، دانستن، تصدیق کردن نیست، بلکه اینها عمل است. شما به کسی چی میکنید؟ نسبتی کسی عمل رو انجام میدید. یعنی ترس این عمل است. ترسیدید، عمل کردید. بارک الله فیکم. پس برادران عزیز، از همین جهت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند فإن لكل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حدیث صحیح. یعنی هر یک جسد و جسمی که امروز هست در روی دنیا به خودش قلبی دارد. انسان هم در جمله قلب دارد. انسانی نیست که قلب نداشته باشد. اساس قلب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن زمانی که قلب انسان اصلاح شد، صالح شد، جسد شما هم، جسد انسان هم صالح میشه. زمانی که قلب انسان فساد شد، جسد انسان هم فساد میشود. یعنی زمانی که سخن قلب شما، قول قلب، اعتقادات قلب، علم قلب نسبتی خبرداده های الله باور کرد، تصدیق کرد، اقرار کرد، بعد از این عمل قلب هم خود به خود خوب می شود. و وقتی که عمل قلب خوب شد و تنها به الله انجام داده شد، توحید در قلب به وجود آمد. توحید ربوبیت، الوهیت. توحید ربوبیت این قسمی یکم قلب است که این بارک الله فیکم قول قلب، سخن قلب است. اما توحید الوهیت این قسم عملی است. برای که توحید ربوبیت اعتقادی است. اعتقاد این یک قسم قلب است. و توحید بارک الله فیکم الوهیت این عملی هست که عمل قلب است، که این هم اعتقادی هست اما عملی هست، عمل قلب است که بالجمله تمام عمل و قول قلب را اعتقاد میگند. اما عمل قلب این تعلق به توحید الوهیت دارد. برای همین است که ما وقتی که توحید ربوبیت رو خوندیم ما نگفتیم که خوف، خشیه، رهبه، برای که این عمل قلب است و عمل قلب از توحید الوهیت است. اما قول قلب این از توحید ربوبیت است که ما در توحید ربوبیت بیان کردیم، تصدیق کردن، اعتقادات و علم. برای همین علما توحید ربوبیت رو توحید علمی، نظری، اعتقادی میگن، اما توحید الوهیت رو عبادت میگن. پس بارک الله فیکم، در حقیقت انسانی که قلبش اصلاح نشده است با توحید، جسمش هم با توحید اصلاح نمیشود. یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قلب صالح شود جسم صالح می شود، معناش این است که وقتی که قلب موحد شود جسم انسان هم عمل را تنها به الله انجام میدهد. اما وقتی که قلب توحید ندارد جسم هم عملها را به غیر الله انجام میدهد. پس برادران و خواهران عزیز، قلب چگونه اصلاح می شود؟ البته فرقه ها و مذهب ها با خودشون بدعت و خرافات دارند. مثلا صوفی ها میگن قلب با ذکرهای خودی صوفی ساخته، با رقص و بازی ها، با مولد و قصه خونی، با ورد خونی اصلاح می شود میگن. یا که چله نشینی اصلاح می شود میگن. رافضه ها با امام پرستی میگن و غیره. اما اهل سنت و الجماعت میگن قلب با توحید ربوبیت، با تصدیق و اقرار و با یکتا پرستی اصلاح می شود. قلبی که یکتا پرستی ندارد هیچ اصلاح نشده است. برای همین ما توحید رو می آموزیم تا که قلبی ما اصلاح شود، تا که عملی ما بعد از این ثمره قلب این عمل جسم است. عملی ما هم تا که با توحید جمع می شود. پس به شما انشاءالله معلوم گشت اولین عبادتی که ما بیان کردیم. بارک الله فیکم. بله تقوا هم این امر الله است. حجتش سوره توبه 119 است که الله میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای آنانی که ایمان آوردید از الله بترسید. تقوا کلمه‌ای که معناش فقط ترس نیست،
بار دیگر میگم کلمه تقوا معناش ترس کسی میگه دونه که لغوی میگه اصطلاحاً عبادت الله انجام دادن یکتاپرستی به امید رحمت الله به نور الله سبحانه و تعالی و دور شدن از محرمات الله از شرک و کفر و بدعت و خرافات و غیره دیگر تمام محرمات از عذاب الله از ترس عذاب الله سبحانه و تعالی و دومین عبادتی که این عمل رو تنها باید به الله انجام داده شود و انجامش به غیر الله سبحانه و تعالی شرک است و البته این عبادت قلب است الخضوع والخشوع که علما میگن الاخبات والطمأنينة والسکینه است. کلمه عربی الخضوع والخشوع، خضوع و خشوع گرچنده که ما در یک جا جمع کردیم از همدیگر فرق دارد. ما در این تقسیمات وقتی که اولین عبادت رو میگیم در یک قسم اول یک چند عبادت رو ذکر کردیم. مثلا در قسم اول خوف، خشیه، بگیم الرهبه و التقوى. در قسم دوم خشوع، خضوع. خضوع چیست؟ خضوع این تسلیم شدنی 100% به تمامی امرها و نهیهای الله، یعنی تسلیم شدن و سرخم کردن و شکسته شدن، تسلیم شدن و سرخم کردن به تمام شریعت الله سبحانه و تعالی از اول تا آخر. مختصرا خضوع همین معنا را دارد، تسلیم شدن. اما خشوع این اولا در لغت اگر نظر میکنید الانخفاض میگن علما، انخفاض پست آمدن، پایان شدن. و سکینه آرامی، آرام، شتاب بگیم آرامی، طمأنینه آرامی قلب. خشوع در اصطلاح این علما میگن التذلل او الذل، التذلل والخضوع. معنای خشوع رو ببینید، تذلل والخضوع، یعنی والخضوع کلمه خضوعی که در اول بیان کردیم با زیر خشوع میدارد. تذلل یعنی چی؟ شکستگی، احساس حاجتمندی، احساس ناتوانی. به عباره دیگری توجیکی که در بین مردم معروف است بگیم خاری و زاری در نزد الله سبحانه و تعالی. یک بنده وقتی که به نزد الله می آید یا در همه حالت خودش را احتیاجمند الله می داند، خودش را به الله محتاج می شمارد. همیشه می گوید که من هیچ چیزی نیستم، همیشه محتاج به الله هم. خودش را در نزد الله خار و زار و ناچیز می شمارد. در نزد الله سبحانه و تعالی خودش را شکسته می داند. حتی در راهگردیش شکسته راه می گردد و به همه امرهای الله سبحانه و تعالی و نهیهایش تسلیم شده است، دیگر علاجی ندارد. احتیاج به رحمت الله، احتیاج به نعمت الله دارد و این را احساس می کند. انمین است خشوع که ما باید داشته باشیم. در سوره انبیاء آیه 92 الله میگه و کانوا لنا خاشعین، یعنی بنده های خاص الله با الله سبحانه و تعالی خاشع بودند. خاشع چی؟ این همه صفات هایی که گفتیم، یعنی خودشون را احتیاجمند الله حس میکردند، در نزد الله شکسته بودند، شکسته شده، یعنی که بی کبر و غرور، کسانی که خودشون را به الله خار و زار احتیاجمند الله میدانستند و 100% تسلیم شده به الله سبحانه و تعالی میدانستند. این صفت مؤمنین و مسلمین است. الله در سوره هود آیه 23 میگه و اخبتوا الی ربهم، یا که در سوره الرعد آیه 28 میگه و تطمئن قلوبهم بذکر الله. مؤمنین که هستند کسانی هستند که به ذکر الله قلبهایشون مطمئن میشد. مطمئن یعنی آرام، دانسته آرام میشود. بارک الله فیکم. این در حقیقت بزرگترین صفت ها است. از همین جهت امروز بسیاری از انسان ها شکایت دارند از عبادت خود، بخصوص از نماز خود. میگند
به نماز داخل میشویم و خارج میشویم و در اثناء نماز سبحان الله یادمون پریشان میشود، چی خوندیم نمیدونیم و فکرمون پریشان میشود، خشوع نداریم، قلبمون آرام نیست، ما سکینه نداریم، همیشه پریشانیم. سبحان الله. مشکلی چی است؟ مشکلی نبودن الخضوع است. یعنی تسلیم نشدن 100% به الله، به امرها و نهیهای الله، به شریعت الله، شکسته نشدن در روبروی الله، سرخم نکردنی 100% به الله و این چنین خشوع بگیم در نزد الله خود را خوار و زار و محتاج احساس نکردن. وقتی که انسان خودش را در نزد الله خوار، زار، احتیاجمند، محتاج حس نمی کند و 100% تسلیم نمی شود، او همچنین پریشان است، آرام نیست، قلبش هم آرامی ندارد، همیشه در حالتی یک اضطراب نفسی زندگی می کند. به نزد روانشناس می رود تا که روان او را درمان کنند. عبادتش اضطراب دارد، مشقتی روحی دارد، سببش که خضوع و خشوع ندارد. سببی پیدا شدن خضوع و خشوع هم چیست؟ یکتاپرستی است. کسی که یکتاپرست نیست، کسی که موحد نیست، یعنی موحد یکتاپرست، کسی که موحد نیست، کسی که توحید ربوبیت و الوهیت، اسما و صفات و دیگر توحید ها را ندارد، توحید متابعت، توحید حکم و غیره ندارد، خضوع و خشوع به وجود آمدنش ممکن است. برای آنکه وقتی که توحید را ندارد، مشرک است، پس تسلیم به الله نشده است. بارک الله فیکم. این عبادت هایی هست که همه این عبادت تنها باید به الله انجام داده شود. معنای سخن این است که شکسته شدن و بزرگ دانستن، یعنی بزرگ دانستن یک ذات و در نزد او شکسته شدن، خود را در نزد او خوار و زار دانستن، در نزد او راست ایستادن، به او رکوع و سجود کردن که این ثمره خشوع و خضوع است. خود را همیشه احتیاجمند او دانستن، به او خود را ناچیز و ناتوان و بی قدر و بی قیمت دانستن، 100% تسلیم شدن به امر و نهی او، این عبادت بزرگ است که تنها به الله انجام داده می شود. به غیر الله همچنین انجام داده شود شرک است. هر کسی که شیخش را، پیشوایش را، امامش را، پرزیدنتش را، رئیسش را بزرگ می شمارد، در نزد او ذل دارد، ذل و بگویم الخضوع به معنای اینکه به او 100% تسلیم شده است، هر امر و نهی که میکند انجام میدهد و سبحان الله همیشه خودش را احتیاجمند و محتاج به او حس میکند، در نزد او را خودش را شکسته میشمارد و او را بزرگ میشمارد. پس بداند که به غیر الله سبحانه و تعالی یک چیزی دیگری را، ذات دیگری را عبادت کرده است. امروز تمام مشرکینی که غیر الله را عبادت میکند میبینید که همچنین صفت دارد. مشرکین را ببینید، بودیست ها را ببینید، سرش را میتراشد، سرش کل هست، موی بدنش را میتراشد و به خودش یک لطه نوچیزی را میگیرد، لطه سرخی را یا سفید را، عادتا سرخ را، و خودش را اذیت ها میدهد، خودش را خوار و زار میگیرد در نزدیکی، در نزد یک هیکل، یک بت. پس مشرک است، بدترین شرک را انجام داد. امروز میبینیم یک حاکم را چنان این رئیس را مرئوسین، حاکم را محکومین، یعنی این انسان هایی که در زیر اطاعتی هستند، لشکرای او به خصوص اجلال میکنند که هر وقتی که او یک سخنی کرد در نزد او راست می ایستند، دستشان را پیش بر میکنند. این از خشوع و از خضوع است. در نزد او خود را ناچیز میدانند، خود را احتیاجمند او میدانند، خود را محتاج او میدانند، به او خود را هیچ چیزی میدانند، همیشه در اطاعت او تسلیم شده، 100% به او هستند، اطاعت او هستند. پس این عبادت بزرگ الخضوع و الخشوع را به غیر الله انجام داده و به اضطراب نفسی گرفتار شده و در حقیقت این چنین انسان ها مشرک شدند. پس مواظب خود باشید.
از همین جهت ما میگیم که به غیر الله به کسی دیگری خسته راست ایستادن به خاطر احترام جایز نیست. به خاطر کسی خسته راست ایستادن، دست رو پیش بر کردن، یک یا سر رو خم کرده تعظیم کردن، خوش آمدید گفته. امروز تاجیک‌ها یک عادت عرفی سبحان الله خضوع و خشوع بدی دارن که به هر یک مهمانی که به خونهشون آمد خضوع و خشوع میکنند، خودشون رو در زیر او یعنی شکسته و خار و زار گران خم شده از احترام هر دفعه رکوع کنن خوش آمدید میگن که حرام است. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، عموما این رکون هست به غیر الله، یعنی شکسته شدن در غیر الله، اطاعت کردن غیر الله، تعظیم کردن به غیر الله، بزرگ شمردن غیر الله، این همه شرک است. این چنین سر تعظیم کردن، حتی در سلام کردن هم شما یک دست رو به پیش بر کرده به دست رو سلام میکنن، دست چپشون به پیش بر است، یک تعظیم میکنند، حرام است. مرد موحد وقتی که سلام میکند به یک دستش، دست دومش رو پیش بر نمیکند، گرچند که از احترام است. همین احترام چی است؟ همین احترام عبادت است. پس احترام رو به یک درجه‌ای که شریعت یعنی انجام دادنش رو اجازه داده است اجازه بدید، انجام بدید. رسول الله صلی الله علیه و آله در وقت سلام دادن دست رو به پیش بر کرده تعظیم نکردند. خیستن همیشه راست ایستادن از پیش این صوفی ها، بخصوص صوفی ها از نزد صوفی تعظیم کنن عقب میروند، در نزد صوفی خودشون رو خور زور گرفتن و غیر و غیره. این همه والعیاذ بالله عبادت ها، این همه بگویم کلمه هایی که عبادت است، عبادت قلبی است که باید تنها به الله سبحانه و تعالی انجام داده شد. به غیر الله انجام دادنش شرک است و شرکی اکبر است. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه دیگه آینده باقی مانده از عملهایی که از عبادت است مختصرا زود ذکر میکنیم تا که شما بدونید که این عبادت است و به غیر الله انجام ندهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.